سلام علیکم برادرای عزیز. من میخوام در این درس برای شما چخیل دیدن پارول وای فای یاد دهم. یعنی وای فای که در کامپیوتر ما خوش هست پارولش چخیل بینیم، یا اینکه نو واسطه خوش نبود پیوست نباشدم که ما میتوانیم اگر یک بار پیوست شده که باشد میتوانیم پارولش بینیم. خب میرید یکم وای فای پیوست میکنید خانه میبید پارولش دیدن در کره برای خاطر یک پاکت رفته با پیوست شدن برای خاطر همین چیکار کردن در کار. خوب این درس من ممکن بسیاری ها دانن چه خیلی می چی دیدن و بعضی ها ممکن ندانن. این درس من برای همون انسان هایی که نمیدونن. خوب اگر شما این درس میدونید که باشه تماشا نکنید. خب برای پارول دیدن میگذاریم به کامند استروک یازدن در کره. برای خاطر کامند استروک یازدن پوسک یعنی کلاویش ویندوز ار پخش میکنیم. Выполнить میبره выполнить анда که میده نویسیم اوکی پخش میکنیم. کامند استروک کشوده میشد. خب در کامند استروک می نویسیم اول یک بار میبینیم که روی خط کدام وای فای ها و تا همین روزه به کامپیوتر ما پیوست شدگی هم می نویسیم که net LAN profiles LAN profiles اینه شو کردن نت LAN شو پروفایل معنی که نشان همین من میخ وای فای در کامپیوتر ما تو همین روز پیوست شدگی های ما امروز میخ دل خواه همین چی را میتونه شما پارول شد بینید. خب ما امروز خیلی برای مثال میبینیم کدی همین KTG من همین کپیروت کرده میگیریم کپیروت کدی اولی نویسگی ما می نویسیم نام برابر من این نامی وای فای کی برابر تازه کردن کلیر من انتر. خب من چه خیلی که میبینید همه معلومات رو درباره همین وای فای KTG برابر همین چه میبینیم سودرجام کلیوچ های یعنی که پارولش من 642 84 82 0 این پارول همین وای فای می باشد. همین تا شما را به نزد جایی که همین وای فای در همین وای فای KTG درگیرونه رویم همین در که کامپیوتر درگیرونه افتیم دیسک پیوست میشد در تلفن یا در دیگه کامپیوتر باشد من کد میزنید پیوست میشد. خیر برادرای عزیز این درس امروزی ما بود تا درس آینده خیر.